السلام علیکم همدیاران عزیز و ارجمند بینندگان عالی قدر. گروه جادی برنامه دوست داشته تان رنگین کمان در سمرقند سیقلی روی زمین قرار داریم. خواستیم آید زندگی نامی مردم این زیبا دیار به شما حکایه نماییم. اینک توجه نمایید. ما حاضر در کاغذ میبردی فابریکا ایستادیم. در سمرقند کاغذ براری خواهش عصر هشتم سر شده آمادگی. این اصلش کاغذ براری در شهر خطای پیدا میشد. عصر هشتم عرب ها هم خطای جنگ کردن و عصر به غلطیدگی خطای ها کاغذ براری در سمرقند میکشوند. لیکن سمرقند کاغذش از کاغذ خطای هم پیش شده میراد. بعد از این اینا از تاریخش به عمدن بازی گفته میدیم. در شهر سمرقند کاغذ براری هشتم عصر در شلوغی کنگیل میشد. سببش کاغذ رو برای معده کردن، برای کوفتن تیار کردن. اول پوستی توت رو گرفته خمیر کردن نکن. برای خمیر کردن برای من اورها دکور میشن. آدما کوچش مول صرف نکردن براش. من این آب کتی کار میکردی، آب جوسو ساخته شدن. برای همون لبی سیاه ساخته شده که اینها همیشه ما خودمون این کاغذ براری در اینجا سر کردگمون از سال 1995. کاغذ براری برای چی از دیگر سر کردن در کار شد، کاغذ سمرقند به جاش آوردن. چون همه خطاط ها، همه مینیاتوریست ها، رسوم ها در کاغذ همین شاهی کار میکنن. کاغذ سمرقند. این دیگه نامش کاغذ شاهی میگن. لیکن کاغذ رو هیچکی نمیبرد. برای همین کاغذ های کوینه تمام کی شد و یا کتاب ها رو درماندن سر کردن. برای کاغذ شاهی با کار کردن. برای همون اینا از دیگر ربا موندن در کار شد. برای این خیمچه های یک ساله در کار. یک ساله توت. عیناً شو توت دیگر درخت نه. کاغذ از همه درخت ها کند میشد. لیکن بعضی درخت ها سخت میشد، بعضیش موش میخورد، بعد از کاغذ کردن، بعضیش کرم میخورد. از توت کرده کاغذ کرم موش هیچی نمیخورد است. برای همین در ارخیف و در موزه ها یا اون تو کاغذ کرم خورده یا موش خورده نمیبینیم. ترکیبی توت با شاهی باگش برای شاهی هضم نمیشده است. برای همون اینا کویا موش هیچی نمیخورد. برای همون توت با آماده ایستادگی. هم آمد توت مول. برای این ساختن ما اول خیمچه کیته میبینیم. یک سال خیمچه هاید. چون یک سال هر سال باید تیار میشن. از یک سال بر وقتش و پوستش تنوک میشد. خام میشه. از یک سال که گذرد پوستش بخواد شده و میگیره سال به سال. لیکن رنگ میبیارد. هم سخت میشد هم رنگ میبیارد. سیاه شدن سر میکند. برای همون این وقتی زورش یک سال گیش. ما خیمچه آورده آب با تر کرده میمونیم. یک روز دو روز برای جدا کردن پوستش. بعد از پوستش جدا کردن باید 4-5 ساعت میجوشونیم برای ملایم کردن. بعد ملایم شدن آبی تازه که میشیم چون که از خودش رنگ میبرد رنگی سرخ. بعد آورده اینجا به معده میکنیم. 8 ساعت 10 ساعت میکنیم. بعد از این خمیر که شد نگفته کاغذ براری سر میکنن. جریان ماندگی در اون با. پوستلوقا بعد از معده کردن بعد از خمیر شدنش آورده آب aralash میکنیم. 2-3 کیلو پوستلوق معده شدگی در 70-80 لیتر آب. دیگر هیچی نیست. فقط آب و پوستلوق. آب و یا توت میکنیم. از دیگر جدا میکنیم. آب تر کرده aralash میکنیم که و یا از دیگر جدا شود. قالب ما هست. قالب میدوریم. نانگیر نخواه میدوریم. نخواه بولی دیگرش پیشته کاغذ پیدا میشه. بافته میشه. قالبمو الگ بیخشه میکند. بعد از نخواه یکتن آبش فرموده میره. اینا کاغذ براری خودش. نخواه یا گیفته کاغذ میکنیم. چند وقت تیار میشه؟ این 50 تا 100 تا 150 تا همین تمام شدگیشه گیفته اینجا کاغذ مونده میگیریم. میانش بیم یک تا مطلوب میمونیم.
برای یادگیریش نچسبیدنش. بعد از که 50 تا 100 تا کاغذ شد در اینجا آورده در زیر سنگ میمونه. برای گریزوندن آبش هم ننگ نخواه یادگیریش باز بیشتر جلوشی کرده. تگی سنگ و یک روز میستاد. کاغذ علاقه خواهش میدارد فروماده نمیاد. باید اینا در جای تکس خوش میکنیم. تابستون با 2-3 ساعت، زمستون با یک روز یک روز خوش میشه. مدت خوشیانش میگیریم. این یک بار کاغذ. ما با خطای ها کاغذ بروری یادگیش نمیه. لیکن سمرقند از خودش بهتر و قطعی اینا سایقل دادن، سلیق کردن. برای سایقل دادن استخوان، گوشت ماهی، شاخ مال ها یا که سنگ ها چیزی سختی سلیق در کار. چند دقیقه اینجا دور میگیرد؟ چون سخت‌تر تیزتر حرکت کنه دیگر 3-4 دقیقه. چونکه دو طرف کاغذ کردن نکرد. هم تو آزیر بینه دیگر چشم کتی هم چشم کتی هم معلوم. یک طرفش عکس میتید، یک طرفش در دور. بعد از این ننگی نخو باز بیشتر میشن برای بعد از نوشتن یا رسم کشتن رنگ ها دوم طرف نمیگذاره. کاغذ دو طرفه میشه. کاغذ خطای ها یک طرفه بودن. موقعی که آمد کاغذ دو طرفه شد. برای همون کاغذ سمرقند نسبت کاغذ خطای مولتر خطوط و مولتر رسم ها گفته نمیخواستن. چون که اگر من در یک طرفش نویسید ورق دوم طرفش بیکار میره. سونی رنگی دوم طرف گذاشت کاغذ رنگ میخورد. رنگم قیمت باگی، رنگایم طبیعی باگی، خودشون میساختگی. اینجا با هم تجربه کاری انی کاغذ هم انی رنگ میشه. برای کاغذ سمرقند از کاغذ خطای پیشگی هم عمرش دراز. حاضر و میگن که از 2000 سال زیاد عمر میدن. من در این خانه کاغذهای تیار نه گفتگوام برین کاغذهای رنگ دور میکنیم برای وی رنگ ها رو در آب میانزیم. من هر خیل شاتود من اینو کبوت رنگ اسمه یا ایندیگو کنیم با کبوتر میشود. من رنگ اسمه گریم میشود. پیاز، چماق هر خیل رنگ های قطعی میکنیم. از وی من کاغذ های رنگی میبرد. بعد از کاغذ ها که تیار شد اوای هر خیل سمکه ها چیزها لباس ها دیزاین میشد. از ننگی پستی تو درونش سفید قوتش کاغذی مینویستگی، کاغذ رسمی کشتگی میبرد. هر خیلی دخترک ها میمانا میامدن در مملکات خارجه جدا مول آدم ها هر خیلی لختک ها، هر خیلی تخم ها کلکسه میکردیم. همونا پرسیدن گفتن شما بعد ازش تخم سازی سر که اینم از کاغذ، اینم دو بلک میسازیم. بعد از بریده از درونش قالبش گفته باز از دیگر یک قدم میچسبونیم. برای مکتوب هر خیلی خط نویس میگویند. هر خیلی خط نویس ها اتکریتکه ها. برای ضعیف ها برای اتیروپا و مونک. بعد ما گفتیم به غرض رنگ برگی هر خیلی گل ها انزد میشد. من گل های زنده برگشت. اینو نمیپسند. اینو کاغذ که قطعی خوشیگی انم خیلی درون کاغذ میمونن. از اینو چی میکنن؟ برای چی استفاده میبرن؟ اینو مولتر تبریک نامه او با کار میفرمان. گلدار باشه. سایمون از این و میسازیم. کنورت میسازیم. کنورتش گلدار خوش رو میبرد برای تبریک نامه ها. سوزنی میدوزیم. سوزنی دستی در کاغذ. شاید میشه. ما خواهمو 10 بار 20 بار میگیم لیکن از بعد زیادتر سفر شاید میشه. اینو سمکای میلویم. اینها هم همین میمونو میبیان از کاغذ من این چیزاتون نیست می از کاغذ این چیز نیست میگفتم با همین چیزی بردن سرکه. ایناش خیلی کاغذ کاری خواهش کردید برای مینیاتور برای رسم کشی. خود کاغذ تازه را
خودمون با خط و توکی مینا توریست‌ها میگیرن تیار چیزای اکثریتش میمونا میگیرن این کوزا اینا هم همیشه از قوغاز لیقوبو منبع لیقوب از جو پیدا شدگی یک وای هست که در ما مسلمان و گامو پیشتر ضعیف ها پیش مرتبه برامدن نشون ممکن نباگی لیکن هر قسمت ترکیل میخی چیزا مونانگر هم ضعیف هم مرد دکور میشد برای همون مرتبه رو رنگ میکرده ضعیف صفتش میموندگی لیکن 4 تا آدم باشد و 10 تا رول باشد اگر و در روبرو اسپید نمیکنم برای آسان‌تر شدن لیقوب ویل کرده برام دیگه می ساخته لیقوب رو میمونه رولی زنک کار میبرد و گشته میبرد لیقوب رو میگیرد و مردک شورده میبرد برای همون لیقوب از همون اومدگی مهم بود حرق گل ها اینا همش قوغاز این همین میمون ها قزق میکنن بعد از هم خیلی چیز نیست میکنن با برودن سر میکنن در وقتی سرکردگان موم فقط قوغاز بود از قوغاز بغیر هیچ چیز نبود یک 25 خیلی دیگر محصولات میبرد اخوریش میمون مول میام شدن ما کارا برای سری سرکردگان 3 نفر بودیم پدرم من هم امکم ما این قوغازبری سرکردگان سببش برای همون کتاب‌های کوینه درونده نشود گم نشود حتی تو رسم ما با قوغاز پیدا شود تو سرکه ما اینجا توریست جلب میکنیم تو سرکگی نه این کار رویا یک توی درآمد آورس است خارجی میمونا با جدا هم قزق بوده است و خارجی میمونا که کار میکردگی آدمای خودمو و همین رو بمونده منبع از خارج میمون میوردگی شدن چون که این قوغازبری این تکنولوژی نشیا رفتگی اینمون از دیگر راه مونده اصل دوم پیش از میلاد تا عصر هشتم فقط خطای قوغاز میبرد 1000 سال هیچ کی نمیدونست دیگه قوغاز بعد از خطای مهم که اومد قوغاز ما بتون همسایه و مثلا یونان بو باگی دولتو و اوای اوسترش ژاپن اروپا همه با قوغازبری یاد داریم ایمن این هیچ کی نمیگم نگفته که خطای برین برای همون برای مولی دولت و قوغاز از سمرقند برامدگی خطای بازار بکی نبرومد خودش بکی گیتمان بازار سمرقند بازارگی همه قوغاز سمرقند میدونستن لیکن خطای به قوغاز باشن قوغاز خطای هیچ کی نمیدونستن برای یکم قوغاز سمرقند بعد از قوغازی که خطای دیدن قوغاز یک طرفه میریسید هم رنگ رو میخورد و قوغاز از قوغاز سمرقند یک گل پست اویله کردن و البته همون بازار یکم آمدگی مقصود صفرنوکی سمرقند موندن برای اون به قزق بینندگان ارجمند همه شما را با فرارسی بهار همچنین با عید مادران زنها با همچنین نوروز عالم مبارکباد می نمایم. اولا تمام مادرجانهای عزیز زنها البته به شما نمر دراز رزقی فرا از الله می پرسیم هیچ وقت خسته نباشتان. برای شمایان یک شعری لایق شعرعلی به شما می خوانم. زمین و آسمانی من توی مادر توی مادر جهانی بیکرانی من توی مادر توی مادر زمین و آسمانی من توی مادر توی مادر جهانی بیکرانی من توی مادر توی مادر زمین و آسمانی من توی مادر توی مادر جهانی بیکرانی من توی مادر توی مادر در این دنیا که بیرحمی و بیمهریست بنیادش یگانه مهربانی من توی مادر توی مادر در
نم شاعر نمیزاده کجا من شعر میگفتم غزلهای روانی من توی مادر در این دنیا که به رحمی و به مهرست بنیادش یگانه مهربانی من توی مادر در این دنیا که به رحمی و به مهرست بنیادش یگانه مهربانی من توی مادر سرودی اولینی من سرودی آخرینی من سرودی جاودانی من توی مادر سرودی اولینی من سرودی آخرینی من سرودی جاودانی من توی مادر زمین و آسمانی من توی مادر جهان بیکرانی من توی مادر بینندگان عزیز و ارجمند، هواداران برنامه رنگین کمان، این بود برنامه این ساعتی رنگین کمان که ما عاید زندگی نامی مردم هنرمند سمرقند باستانی به شما حکایه نمودیم. در آخر برنامه فکر و درخواست و نامه های شما را منتظر در جهاننمای ازبکستان میمانیم. صحتمند و سربلند و خانه آباد باشید. خدا حافظ.